بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علی زادپناه، امام جمعه لهستان دهان می باشم. طواف زیارت بیت الله شریف به منزل این است کسی 7 بار طواف زیارت خانه خدا را بکند، یعنی گناهان اون اینقدر پاک میشوند مانند طفلی است که تازه از مادر متولد شده، هیچ گناهی ندارد، همه گناهان در اونجا رفع میشن. پس ما امروز خوشحالیم که در کشوری زندگی میکنه، کشور اسلامی است، با تمام معنا حکومت اسلامی دارد و رهبری داریم که واقعا داره دستورات و احکام اسلام را پیاده کرده. قانون اسلام و تمام برنامه ما برنامه اسلامی هست. امسال که مشرف شدن نزدیک به 39,700 خورده حجاج از کل کشور، از استان ما سیستان بلوچستان تقریبا 1580 نفر مشرف و خوش به حالشان. امسال هم که 2 سال توقف شده بود بر اثر کرونا، امسال خداوند متعال این حاجیان را یک درجه حجی داده که به نام حج الاکبر است. پس توصیه من به همه مؤمنین مسلمانان این است، اونهایی که ثروت دارند، مال دارند، پول دارند، که برند یک بار فریضه حج خود را ادا کنند. فرضی است بر گردن اون کسانی که سرمایه دارند به اندازه رفت و برگشت و نفقه عیالشان تامین میشه، حج بر گردنشان فرض است و اگر انجام ندهند در روز قیامت خداوند متعال از اونها بازخواست میکند. پس یک ارزش بسیار بزرگی حج دارد، فضیلت‌هایی دارد که خداوند متعال در این جایگاه از همه مهمتر قبله‌گاه ما شده است. جایگاه خاصی هست، اختصاصی است، مانند مقام حضرت ابراهیم. مقام حضرت ابراهیم یک سنگی است، ولی چون پای این بنده خدا صالح حضرت ابراهیم برای تجدید بنای کعبه پا گذاشته به عنوان یک نردبان، این قدر ارزش داده است اینجا را مصلی نامگذاری کرده، محل نماز. از ذریعه این هست که این بنده صالح خدا بار زمانی خدا تجدید کعبه را کرده است و این صفا مروه است که گفتم و حجر حضرت اسماعیل هست که این هم یک جایگاهی هست که دیگه فضیلت بسیاری دارد و از همه مهمتر در برابر همه خانه ها مساجد ارزشمند هست که قبله همه مسلمانان خداوند قرار داده است. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحمدلله در ماهای حج و در اشهر حج قرار گرفتگی و حجاج بیت الله الحرام از هر گوشه و اطراف دنیا برای انجام مناسک حج عازم سرزمین وحی. و حج یکی از شعائر دینی و یکی از ارکان دین مبین اسلامه. دین اسلام که بر 5 پایه بزرگ بنا بوده، یکی از این ارکان حج. الله متعال بر مسلمانانی که توانایی مالیش هسته به اندازه زاد و راحله و توشه سفر رفت و برگشتش هست، الله متعال بر یه شانی که اندازه توانایی مالیش هسته حجی فرض قرار داده. و حج فریضه که
پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان فرمانی الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، حجی که به بارگاه رب العالمین مقبول و پذیرفته شده ببو با تمام همه شرایطی که در شریعت برای آن تعیین بوده، با آدابی انجام بگیری، پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان فرمانی برای یه حج جز بهشت دیگه پاداش در نظر گرگ نیه بود.